صاحب هر کسب و کاری که هستی، هر شغلی که داری، اصلا اگه حتی بیکاری خونه داری، این ویدیو رو از دست نده. این روزها بازار تولید محتوا داغه. تقریبا هر کسب و کاری برای توسعه و گسترش بازار فروشش به تولید محتوا بیش از هر زمان دیگه‌ای نیازمنده. دوستان بیاین بپذیریم که پایه هر نوع محتوایی نوشتن و محتوای مکتوبه. حرف من اینه: کی از شما حرفه‌ای‌تر و بهتر و آشناتر با چند و چون کارتونه؟ این شمایید که کسب و کار و شغلتون رو زندگی کردید. پس بهترین فرد برای نوشتن در این خصوص خود شما هستید. شما میتونید در هر کسب و کاری نویسنده خودتون باشید. حالا اگه یه مقدار تکنیک بدونید، میتونید خیلی راحت برای دیده شدن در رتبه‌های برتر گوگل بنویسید. میدونید یعنی چی؟ یعنی مشتری بیشتر، یعنی فروش بیشتر. چرا برای مقاله باید پول خرج کنید و هزینه کنید؟ حالا میگید چطوری؟ قدم به قدم همراهتون هستم.